اوه این دیگه باد نیست. عروسک رو نگاه کنید. این چیه دیگه حاجی؟ نگاه توی این ویدیو جن سفید منتظر ماست که ارباب از این واضح‌تر میخواد ببینید اصلا نداره دیگه همچین چیزی. چیه حاجی؟ قراره یه طلسم شیطانی رو با هم دیگه ببینید. ببینید داره سلام دوباره رفقا، امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد باشه. رفقا تیم مزارب دوباره به این خونه وحشتناک وسط جنگل اومده. تیم مزارب برای بار سوم اومده اینجا تا ببینیم این دفعه قراره چه اتفاقای ترسناکتری رخ بده و بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو رو با من همراه باشید چون قراره صحنه‌های وحشتناکی رو با هم دیگه ببینیم. همطور که میبینید برف سنگین اومده و خونه هم کاملا جنگلیه و وسط جنگل ساخته شده. یه خونه فوق‌العاده ترسناک تسخیر شده. ببینیم امشب قراره چه اتفاقایی رخ بده. واجی همین اول کار پرده رو، البته پنجره پشتش باز بود، شاید باد باشه. نه حاجی سیگنال رو نگاه، انگار یه چیزی قطعا اینجا هست. ببینید اگه باد باشه چرا یه طرف پرده داره تکون میخوره. اوه این دیگه باد نیست. عروسک رو نگاه کنید. ببینید اصلا تاب مگه میشه خود به خود اینطوری تاب بخوره؟ قشنگ یه چیزی تاب و چرخوند. محض اینکه تیم مزارف اومد سیگنال قطع شد. چیه دیگه حاجی؟ نگاه دیدیدش؟ قشنگ مثل دود بود، دود سفید و یه دفعه غیب میشه حاجی. خب رفقا ساعت 3 بامداده، دوباره ظاهر شد. که ارباب از این واضح‌تر میخواد ببینید اصلا نداره دیگه همچین چیزی. الان اومد صاف تو اتاقی که تیم مزارف خوابیده. اوی الان بالای سر تیم مزارفه. اوی خیلی ترسناک بود، باعث شد که یه دفعه تیم مزارف از خواب بپره. تیم مزارف هم اصلا متوجهش نشده. مثل اینکه یه همون دوده هنوز پشت سر تیم مزارفه. فقط با دقت توجه کنید اینجا
دقیقا انگار داره پشت سر تیموزوروف راه میره. Очень крепко заснул. که ارباب از این واضح‌تر میخواد ببینید؟ اصلا نداره دیگه همچین چیزی. مایه من یه جورایی قایم شده، اصلا تیموزوروف نمیتونه ببیندش. انگار جن باهوشیه. Фонарик срочно взять. Там есть кто-нибудь? چیه دیگه حاجی؟ 4 تا شمع و انگار یه چیزی اون وسط بود. این جلوتر ببینیم. وای یه چیزی مثل طلسمه. قشنگ با زنجیرم قفلش کردن. Друзья, это что-то колдовское. Кто-то здесь колдовал, не могу точно сказать. انگار یه کسی اینجا رو طلسم کرده و باعث شده که این خونه جن زده و تسخیر شده بشه. Замок. По-моему, ببینید воском. روی کارتون معلوم نیست چه حروفی نوشتن، مثل حروف چینی یا ژاپنی میمونه، Уже ритуальная кукла и вокруг какие-то знаки. ولی خود طلسمه خیلی عجیبه. حاجی تکون خورد. بزنید عقب دوباره ببینید، قشنگ تکون خورد. Твою мать. اوی حاجی داره تکون میخوره، مگه داریم؟ همچه چیزی ندیده بودم تا الان. چطوری تکون میخوره آخه؟ Это очень стрёмная вещь. Да, это именно. واقعا هرچی که هست خیلی ترسناکه. ببینید Они очень маленькие. وقتی که نزدیکش میبره سیگنال همینطوری داره زیاد میشه. Так убираем, смотрите. Уходит. Сейчас еще раз. مثل اینکه یه چیز زنده داخلش گیر افتاده. Это именно. Это вещь, этот предмет. Сейчас сказать не хочу. خب رفقا تیموزوروف یه دستگاه دوربین و یه دستگاه واکی تاکی رو نزدیک این طلسم گذاشته و ببینید داره برای خودش حرکت میکنه، مگه داریم؟ تیموزوروف هم ازش میترسه، از دور داره میبینه. قشنگ انگار یه موجودی داخلش گیر افتاده که سعی داره بیاد بیرون. Очень четкие слова, которые همونطور که گفتم انگار یه روح داخلش گیر افتاده.
کار یه کسی این روحو اینجا گیر انداخته و الان داره از تیموزوروف خواهش میکنه که اونو آزادش کنه. Заперти. Освободи меня. Уничтожь. Залезть. ببینیم تیموزوروف جرأت میکنه این عروسک و قفلشو باز کنه یا نه. واقعا اون تکون خوردناش خیلی ترسناک بود. Прикасаться, конечно. ببینیم چی داخل این طلسمه. تا اینجاش که فقط پارچه است. И странный запах. Запах, наверное, от воска. Это глина или фарфор? اوه انگار یه عروسکه که شکسته. از طریق یه عروسک اینجا رو طلسم کرده بودن. 7 утра, после того, как разбилась кукла,